عاقبت فحش دادن الکی به ناموس مردم و چارتایی چسبیدن به هم دیگه ببینین چی میشه. مادر اینجا صدامو باز کردم گفتم من که فحشی بهت ندادم، اصلا صدامو باز نکردم، چرا فحش میدی؟ و ببینین تو رو که تک به تک اگه شما هم واسهتون پیش اومده لطفا لایک رو بکنید تا نسل اینا منقرض بشه، آدمایی که هیچ وجود ندارن و فقط بلدن فحش بدن. متاسفانه طرف نمیدونست با کی تو گیم افتاده. بریم ادبشون. یه ایرانی اصیل به هیچ ایرانی فحش ناموس نمیده. اگه قبول داری این جمله رو با لایکت نشون بده و یه کامنت واسه اینجور افراد بذار. دو نفر دیگه هست. بابا اینطوری بازی نکنید بابا. این شاتش من مزیار بنگم الکی 20 نفر اول جهان نشدم دیگه، مغزم رد داده.